این روزا دیگه به خاطر عملهای جراحی زیبایی و تزریق فیلر و بوتاکس و هزار جور اتفاق دیگه ما عملاً آدم زشت نداریم. یعنی اون بیرون همه آدما خوشگلن، ولی این قصه کلا دید منو نسبت به زیبایی عوض کرد. میگن یه استادی تو کلاسش از دانشجوها پرسید به نظرتون چه چیزی باعث زیبایی یه انسان میشه؟ یه عده گفتن داشتن چشمای درشت، یه عده گفتن قد بلند، یه عده گفتن پوست سفید و روشن. استاد از داخل کیفش 2 لیوان در آورد، یه لیوان از جنس طلا و یه لیوان از جنس سفال. داخل لیوانا هم هر کدوم یه چیزی ریخت. رو کرد به دانشجوهاش و گفت تو لیوان طلا زهر ریختم و تو لیوان سفال آب خنک و گوارا. شما کدوم انتخاب میکنید؟ همه به اتفاق گفتن خب معلومه لیوان سفال انتخاب میکنیم. استاد یه لبخندی زد بهشون و گفت دیدید دقیقاً وقتی از ماهیت درون لیوانا آگاهی پیدا کردید دیگه ظاهرشون واسهتون مهم نبود. و چقدر حیف که ما آدما دیر به ذات و ماهیت درونی هم دیگه پی میبریم. و اکثر ما هم ضربه هامونو از آدمای خوردیم که اتفاقاً ظاهر خوشگلی داشتن، حرفای قشنگی میزدن، ولی درون و ذاتشون خوب نبود. آره.